پس با متخصص مارکتینگ صحبت کنی یه همچین سایتی رو میتونی راه بندازی. هزینه که باید انجام بدی اینجا تمام میشه؟ نه تمام نمیشه. شما یکی رو میخوای که حفظ و نگهداری سایت انجام بده، یعنی آپدیتش کنه، مطلب قرار بده، سئو داخلیش انجام بده، ایرادایی که ممکنه پیش بیاد، افزونه‌هایی که ممکنه دردسر ایجاد کنه اونها رو برطرف کنه. که اینو الان داشتم تو جاب اینجا سرچ میکردم، بین 10 تا 20 تومن حقوق میگیرن، یعنی 10 15 تا حقوق یک نفره که مثلا ادمین سایت باشه، حالا ما میگیم اکانت منیجر سایت وردپرس باشه و وردپرس بلد باشه بتونه کارا رو پیش ببره. یه صفحه خاصی درست کنه براتون اینا، که من توصیه میکنم برای اینم شما خودت یاد بگیری، خودت یا یکی از افراد تیمت بیاد بره دوره یاد بگیره، دوره وردپرس ببینه، تا وردپرس عملی که بتونه کار کنه، که وابسته به بیرون نباشه. حالا یه سری از پروژه ها رو برون سپاری میکنی، یه سری از پروژه ها رو داخل سیستم انجام